مهره‌ها از روی شکلش، ساختش و اندازش با از همدیگر فرق می‌کنند. که گفتیم مهره‌ها از همدیگر فرق می‌کنند. این مهره سیومی گردن میباشد. قسم‌های آن: پیکر، کمان، شاخچه عرضی، شاخچه بغمی و شاخچه نیشی و سوراخی. در شاخچه نیشی آن دو شاخچه دیده می شود. این مهره قفس سینه 12 عدد می باشد و نسبت به مهره گردن پیکری کلان دارد. شاخچه نیشی آن دراز و به پایان خمیده است. شاخچه و باز دارد شاخچه عرضی، شاخچه بغمی و دیگر مهره‌ها. فرقیت آن در شاخچه عرضی و تنه آن پیوستشوی قبرغه‌ها موجود است. این مهره کمر 5 عدد می باشد. همه مهره‌ها نسبتاً این پیکری کلان دارد و لوبیا شکل است. اینم دارد شاخچه نیشی، شاخچه عرضی، شاخچه بغمی و سوراخی.